با سلام و درود، صبح بخیر و دوستان عزیز، خسته نباشید. دوستان عزیز، بریم سراغ امروزی کارا. ببین دافع چه کار دارن امروز که کارا ان شاء الله بتون انجام بدن. خب تک به تک بریم سراغ موتور. خب بریم دوستان، صبح بخیر، بریم سراغ کارهای دافع. ببینیم دافع چه کار دارن. خب این دافع که یاتقان زده، نگاه موتور باید کامل واضح بشه. این یاتقان موتوره. این موتور دافع کیلومتر 200,000 تا. این ماشین موتور یاتقان زده، دافع 530 هم هست. خب این موتور که انشالله باید داغون بشه، برای تارشگری کار انجام بشه، میلنگ باید عوض بشه. این موتور دافع که دافع جلوه، دافع جلوه. خب این دافع هم که پیچ ثابت بریده، خب یاتقان زده. این ماشین 180 و 200 پیچ ثابت بریده. ریتارد گیر بوکس هم هست که آی میگن ریتارد گیر 530 ریتارد گیر بوکس ها پیچ ثابت بریده. خب این دافع هم یاتقان زده با کیلومتر 200,000 تا. این هم ریتارد گیر بوکس هست. یه هم موتور باید وا بشه. خب برای این سراغ کار. این دافع هم که شاتون زده بود، خدا شو موتور جمع شد رفت دنبال کارش، انشالله تمام جمع بشه برای دنبال کارش. خب دیگه این دافع هم که یونیت و سوزن باست موتور انشالله ایره رو قرمز مداد وا شد و فیله نمد بخوره، مشکل نباشه. خب خدای با امید تو انشالله بتونیم ماشین را بندازن. حق نگهدارتون.